دوستان خوب موشکاف سلام. آقا این موج عمام پرون منطقه‌ای بدجوری دیگه آخونده رو در آورده، یعنی طوری آب و روغن قاطی کردن که نگو و نپرس. روزی نیست که از بلندگوهاشون صدای ارعر و زرزه بلند نشه. آمریکایی ها به جای حمله به محل‌های تجمع تروریست ها مراکز صنعتی و عمرانی سوریه را بمباران می‌کنند. مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه لبنان میگوید هدف حملات هوایی آمریکا در عراق و سوریه داعش نیست. نحن نرى على ان كل حالا بدبختی هدفهای حملات هوایی آمریکا کم بود، هدفهای ترکیه هم اضافه شد. اینجا اونجاست که دیگه شیخ پری عظما نمیشناسه، همه جونورها با هم افسار پاره میکنن. اعتماد کافی نسبت به اهداف عملی ترکیه در تقابل با داعش از سوی همسایگان این کشور به خصوص سوریه و عراق وجود ندارد. حالا چرا اعتماد کافی وجود ندارد؟ جوابشو از یه برق‌پاره دیگه باند کوسه بشنوی. بحث لگد کردن خطوط قرمز نظامه. بیش فعالی ترکیه در خطوط قرمز ایران. بنابراین ترکیه امروز سعی دارد برای کسب جایگاه خود هر جایی که لازم باشد نقش آفرینی کند، هرچند که فعالیتش در جهت مخالف منافع تهران باشد. منظورش از منافع تهران همون ترکیدن عمق راهبردی نظامه. عمق راهبردی آش و لاش و درد مذاکرات هسته‌ای نفس ولایتو قفس کرده. سنگ‌اندازی 354 نماینده کنگره در آستانه مذاکرات هسته‌ای. حالا برای اینکه معلوم بشه ته خط همه این آه و ناله ها چیه، میریم سراغ شریعت نداری و کیهان دوزاریش. چه کسانی در معرض سربازگیری برای اسلام آمریکایی قرار دارند؟ آنها که مرزبندی درستی با مستکبران و جبهه کفر نداشته باشند، هیچ که به واسطه برخی رفتارهای پرخطر حتی با آنان همدلی و همزبانی کنند، خوشگمانی به خرج دهند و بخواهند نامزد مورد حمایت آنها باشند. بابا چرا اینقدر قضیه رو میپیچونی؟ بالاخره درست حسابی بگو ببینیم دردت چیه. از سازمان مجاهدین خلق و نهضت آزادی میتوان ویژگی‌های مشترکی برای شاخه‌های آنها به عنوان اسلام آمریکایی برشمرد. آها، حالا فهمیدم منظورت از اسلام چیه. حالا فهمیدم کدوم اسلام 4 ستونتون رو لرزونده و از کیا میترسی. آخرشم همینه که عمامتون رو میپرونه. موشکاف